بریم حلش کنیم. 1 2 3 نگاه کن اینجا گفته این تابه رو برام رسم کن. خوب که دقت میکنیم میبینیم اینجا 2 بیشتر از 1، پس تابمون سعودیه. ریشه داخل اینو به دست میاریم، ایکسمون میشه 3. این اسمشو میذاریم مجانب قائم. حالا محور مختصاتی رو رسم میکنیم، میایم این مجانب قائمه که 3 بود رو اینجا قرار میدیم، اینو یه خطی میزنیم، تابمونم سعودیه یعنی داره میره بالا. حالا برای بعدیه رو چطوری رسم کنیم؟ این کمتر از 1، پس تابع ما نزولیه. ریشه داخل این x مساوی -1. محور مختصات -1 رو پیدا کن، اینم -1. خطچینشو بزن. حالا تابع تو نزولیه، رسمش کن. امیدوارم که یادش گرفته باشی. خیلی باحال.